بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه. هر روزه می نویسید، زنگ میزده در یوتیوب، در نامرو. مقصد این ریسی که ما طی میشه، یعنی که ریسی که ما باید ما حاجی‌ها را بیاریم. الحمدلله ما 28 نفر از تاجیکستان و مسکو جمع آوری کردیم. خود ما همراه یک برادر دیگر را بلد 15 نفره گرفتیم آوردیم به الحمدلله. یعنی حج عمره را تمام کردیم. ان شاء الله سفر کنیم با مسکو و با تاجیکستان. با هم خاطر اینک باز ما انشالله تصمیم گرفتیم که بگیریم بیاریم تای 45 تا 50 نفر. دوستان مهربان، رقمای در روی اکرانم خواهش میکنم خدمت که امکانیت حج عمره داری، خدمت امکانیت داری، پدر مادر یعنی خدمت که روان میکنیم، خواهش میکنم بر رقمای روی اکران زنگ بزنید. بیکار ننویسید. انشالله خدمت که جواب نگفتن ابرد نزمانات میشود. خوب دوستان مهربان، حج عمره ما 10 روزه بود. این 10 دفعه که میبیایم انشالله 15 روزه است. من با یگان کمپانی کار ندارم، همش برادرم انشالله مردمی سربلند تاجیکستان به هر راه یعنی حرکت میکنن، بیزنس میکنن. خدا هم خدمتشون میگم. کمپانی زمزم عمره که ما سر کار داریم انشالله 15 روزه میبیاره با $2200. برای چی قیمت های من گفته بودم، یعنی که خانه یمو گاستینسا مهمانخانه که زندگی میکنم در مکه نزدیک به خانه خدا هستن، یعنی که در اون اتوبوس نمیتونیم. بعد این شویتسکی استول داره، یعنی که 2 وقت خوراک های دفعه 3 وقت میتیم، 2 وقت خوراک میتیم. دوستان عزیز، سحر ابد 2 وقت خوراک میتیم. شویتسکی استول، جایهای خوب، همه شرایط نقص، $2200. از این رسین انشالله برادر خطی مادر شما در بود تای کامرادون گرچه که دیگه برادر روش کردم خطی ما بدن. این تای 28 نفر دیگه بود. این یک از برادران ما شهر میوان اکا چکر شهر سروی از برات فقط خونه است. خیلی که گفتیم این اکای برادر میوانی اکا کامران جان با اکا کامران جان از حصار اکا اینا سوال میتیم. برای چی از ویدیو رو پیش آوردم که گرچند میکروفون داشتیم آوازی نمیمونن، صدا بسیاره. با اون خود سوال میتیم اکایی که آمد دایتور از برای خدا قبضه خونه شده. از برای خدا در خونه این از در مسجد پیغمبر خدا دروغ گفتن صلی الله علیه و سلم دروغ گفتن در کار نیست. این دروغ گفتن ممکن است ایجاد. شکرانه الله الحمدلله همراه مادرم آمدم. فرمای ما ازبکستان ترکیه خونه خدا 6 هفت جا زیارت کردیم با تمام صنعتش گاستیسا نزدیکی خانه خدا. مثال من خطی همراه مادر آمدم. مثال کنترل ممکن است رای دادم. مثال دیر میکنم نماز دا نزدیک مثال 5 وقت اسپیت کردم وقت نماز خواندم خانه خدا دا. اینا مدینه منوره اومدیم مسجد پیغمبر خدا گاستیسا هم نزدیک بود. خوراک همش فایده‌ای الحمدلله. از هم کمپانی مو دوال نیست کرد. الحمدلله. یگان دو همسه گفتم دقیقاً هم شنیدن کی بود مانند دیدن چیزی که می با چشمات می‌بینی با مثال باید دیگه اینا مثال همش الحمدلله 100 گذشت نزدیک خدا قبولش نباید. بله دوستان عزیز، یک چیز دیگر فراموش نکنیم. کلی تاجیک میگفتیم از همین او روز ما از درزی مکه چی بگیم ویدیو کردیم. از همین روز احتمالاً حاجی کامران اکا جان در چند خطی کمپانی ما نمودی اما همراه ما بودی. چه شرایط ما سلام علیکم اکای بابا جان، سلام علیکم برادر، سلام علیکم با کل تماشاگران اکای بابا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. من براه اومدم خدم خودی خدم کتی اومدم. ولی ان شاء الله ما ویدیو میکنیم خودی خدمت کتی همش نقل میکنیم برای آدمایی که بچهای یوش فقط با خودی ختم بیاین دیگه آدمو حرکت کنن آسان‌تر سبکتر چرس کمپانی ها بیان که استوب عذاب نکشن. من که با یوش کی هستم من عذاب نکشیدم. مثال من همین یک هفته که با همین برادرام میبینم همینجا دا به نهایت شرایط خوب دارن، گاستیس‌های خوب نزدیکی خوبش در چی میبینم اکای بابا جان که نزدیک مادرو شهر نیست که بدون اوزی از اون فهمیده. مثال با خود خشون میرسن یک 5 منوت مثال به نهایت خوب در قدام میکنم اکا که مادرو را بیارن پدرو را بیارن. بهترین کار کردی اکا ایشاو سفر دارن. بله ایشاو سفر دارن. خداوند سفرتون به خطر شود. خیر ما یک روز دیگه ان شاء الله میمونیم. در ما هم دعا کنیم ان شاء الله. دوستان عزیز در حق همه دعاگو هستن که کل مسلمانان کل مردم تاجیکستان ان شاء الله به اینجا اومدن نصیب گردونه. باز میگم کسی شرایط داره. بابا جان 88 تا کمپانی زمزم عمر ای کیسه خودش اوورد برد. یعنی که ما باید دل نشی رکلام کنیم همین کمپانی را برای که بچه که به سر نبینم. گفتم یعنی که این مادر پدر میگه که برای کمپانی از زورای یا عذاب میکشه. من اومدم خودم دیدم نه دیگه کنه که روزی رفتنم ویدیو کرده استادم که تو همین چی نبود همش با آموزم بعد ویدیو کنم. دوستان خواهش میکنم از هر یک خدمت که خدمت شرایط داره قرض نکنه نبیوی خدمت که شرایط داره همه زندگی تو تنجه همه یا بیویا. با هم خاطر دوستان مهربان
$2200 15 روزه دو وقت خورد خوراک سحر بگه یا که عبید وگه یا سحر بگه دو وقت است دو وقت خوراک در درنش هسته شویتسکی ستوله که همه وی بری کلان داره حرکت می‌کنیم گسنیسور نزدیک و کدام خاطر گسنیسور نزدیک می‌گیریم که بعضی مادران سین سال رفته میان از اون نکشن برای که خیلی هر چی نگیم автобус که اگر باشه گسنیسه دورتر باشه در автобус چقدر است یک چی دیگه که جون خیر نکردم موندیم راهبالتی که شما دارین پر شخصی خوبه که بنهایت من همین راهبالت رو روزی شدم با ایمان با تقوی همه چی را فهمونده همین برادرها را خدمت ایستادم گوش کردم خوش به حال همین خیلی راهبالتی که همه چی را خیلی در گوش آدم خوشرو میرسونه خوشرو با پرگی میفهمونه باور کنین کدامی که مادرجان یا پدرجان شما روی میکنه خور نمیشن پدر و مادرتون میرن در حقتون دعا میکنن میبینن در جمع در حقتون دعا میکنن چخیلی کنین برادر نه یگون کس را گاب داد برادر که یگون کس مرا گاب داد چیزی که بعد دیدیم مثلا این طرح که هم گازیسا چند که نزدیک باشه مثلا هوا گرمای خوبتر ایده مثلا میفرد تز با همون جای در کوی تمیم نماز وقت چطور میخونید درست داره کسی نماز میخونید انشالله دوستان مهربان حرکت میکنیم که آینده خوب و خوب کار کنیم باز میگم انشالله رحمت به کمپانی زمزم عمره برادری که در مسکو هستن به هم شرکت زمزم عمره رحمت به راهبالت به برادری که مقصد خدمت در حق 28 نفر حرکت میکنیم که آینده خوب و باز خوب کنیم این دفعه دوستان عزیز ریس ما از 1 اکتبر یا که 28 تا 10 اکتبر دوستان مهربان خواهش میکنم زنگ نزنی یعنی که کی چخل میپریم همین بچی 45 50 نفر تا 1 اکتبر یا زور تا 10 اکتبر باید پرواز کنن گپ در هم آدم که بچید انشالله در آمو پرواز میکنیم شاید از ویدیو را میپرتونم در بین 4 روز بعد میشوه میبینی به آخری همین ماه اومد خدا نگهدار دعاگو باشه انشالله ویدیو را دیده گرچند درسته بود حرکت کردم که نقطه به نقطه بفهمونم